وطن بسیار شاد هستیم که امروز یک شرایطی برای ما فراهم آورده شد که در استانه اینقدر بسیار یک جشن مهم است که همه ما و شما امروزها با خبر هستیم که در حقیقت جمهوری تاجیکستان همچون یک دولت صاحب استقلال، دولت تنج و آسایشته یک تنتنه بزرگ دارد. یعنی توی دارد دولت تاجیکستان. امروز ما توی داریم مردم شرق تاجیک و این هم باشد بسیار چوربینی مهم سیاسی است که در آستانه آن همه ما و شما قرار داریم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. همیشه صرف نظر از آنی که مقامات دولتی و قدرتی و دیگر تشکیلات و اداره‌هایی که در ظرف همین یعنی صاحب استقلالی کشور و در این روزهایی که همه ما و شما قرار داریم چوربینی ها برگزار میکنیم، چوربینی های آمدی، فرهنگی، جمع آمدها این پیش از همه برای یاد آوردن یعنی برای پاس خاطره های گذشتگان ما هست. در اینجا من میبینم در تالار اکثریت یعنی والدین، پدر و مادری که 39 سال خورده هستند، یعنی از همان روزهای سخت و سنگینی که مردم شرفمند تاجیک پیش از همه با بسیار ارادت بزرگ توانسته کما جنگ شهروندی رو پس سر کردن تحت راهبری به واسطه پرزیدنت محبوب ما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. یعنی